بازم سلام گرم خدمت شما دارم دوستای نازنین بینندای عزیز کانال زیبایی افغانستان. خوشحالیم که یک روز دیگر الله پاک ما توفیق داد که به خدمت شما باشیم. دوستای خوب و نازنین بیایم که یک مکان برای شما معرفی میکنیم امروز که لذت ببریم. این مکان یک شرکتی است که موترهای مدل بالا برقی آوردن که نه تل میخوره نه بوبلین میخوره نه هم ریکشا، هم سه‌چرخ باربری، هم سکیلا سواری. ما به داخل دم دروازه شرکت هستیم، همراه ما باشیم. میرین که سعی کنید چی سیستم موتورها برقی آوردم وارد کردم. بخیر باشیم. خب دوستای نازنین بازم دوباره سلام خدمت شما. طوری که پیشتر گفتم ما آمدیم به داخل نمایشگاه آقا سیدان در کنار جناب محترم مدیر صاحب این نمایشگاه هستیم یا رئیس. موتر لوکس زیبایی که شما مشاهده میکنیم که دیدیم گفتم برای شما که اینا تمام سیستم از این موتر برقیه که اینا نه تل مایه نه او مایه نه هم موبلین مایه نه هم دیگه چیزی. مدیر صاحب یا رئیس صاحب بگم شما آقای رحمانی. خب رحمانی صاحب خیلی خوش آمدید شما شما به نمایشگاه آقا سیدان. خوشحال شدیم که شما را دیدیم. شما کاملا در جریان هستین که با افغانستان اولین سیستم برقی که وارد شده شرکت غفوری برند آقا سیدان وارد کرده که بالاخره از موتورسیکل شروع به سی چرخ رسیده، به باربری سی چرخ رسیده، به بایسکل رسیده و شکر الحمدلله امروز هم به موتور برقی رسیده. ما و شما موتورها برقی خو به داخل افغانستان عالی شکر الحمدلله داریم و مثل کشورهای دیگه. او گپی دیگه شما به این موضوع در جریان هستین که بازار تیل روز به روز به جهان با قیمتای بیشتر میره، با قیمتی بالا میره تیل، یعنی روز به روز گران میشه. مردم بیخی پازاب شد از قیمتای بالا کردن تیل. با می خاطر ما می موتورا با می وسیله وارد کردیم که جلوتر از وارد کردن سیستم برقی شرکت آقا سیدان ای اول امی کار بکرده که استیشنا به شهر درست کرده. یعنی اگر مردم مثلا بگویه که ما اگر موتور برقی بگیریم ما کجا چارج کنم، یعنی آقا سیدان شرکت اولین امی مشکلی برق به او حل کرده، یعنی استیشنا به شهر جور کرده. حالیم به 18 ولایت ما استیشن برق داریم که مثلا کس میتونه سی چرخ ببره اونجا به چارج بزنه، یعنی با کم وقت چارج موتور ببره اونجا به چارج بزنه، موتورسیکل ببره اونجا به چارج بزنه، یعنی می کاملا او سیستم فعال است. یعنی با می خاطر افغانستان د آقا سیدان بتوانسته کمی اول برق جور کنه، بعد از او سیستم برقی یا وسایل برقی وارد کنه. خب ما و شما کنار چند تا موتر هستیم این برقی کلا. بله این موتر که هست موتر اسمی آتو 3 BYD از کمپانی BYD آتو 3 موتر است که با یک دفعه چارج 430 کیلومتر گشت میره. خب میشه دروازه باز کنیم اینا؟ بینندای عزیز واقعا همین شیپ‌ها از اینو خیلی فرق میکنه تا به دیگه موتورهایی که به داخل شهر هرات و دیگه جای هم از حساب چوکیار بگیم، هم از حساب سویچ بولت بگیم، همین اشترینگ از خیلی جالبه، همین گلیور ازی بسیار جالبه. خب تصویر بیاریم بندازونیم برو داخل موتر. این فعلا شما وقتی که دروازه رو وا کردیم چرا موتور روشن شد؟ روشن شد به خاطر همین روشن شد تا وقتی که ریموت به کسی کس باشه یا به دست ریموت یا کارت این به کارت هم روشن میشه، به کسی باشه این یک سیستم داره. اگر مایی که دروازه باشه اتومات موتور روشن شه هم میشه، اگر مایی که خودی به سویچ روشن کنی هم روشن میشه، یعنی هر دو تا حالت داره. علی این به سیستم با می جای ایستاد است، وقتی که دروازه خلاص بشه این خودی اتومات روشن میشه. این تم میشه مثلا شما نمایی که ما دروازه باز کنم روشن بشه این رقم میشه، میتونی
کنی از پینگر لاک و روشن کنی هم میشه. کلی داره یا ریموت نه داره؟ نه پینگر لاک داره، سویچ داره. سویچ داره. بله. بسیار خوب. اینا از کدوم کشور وارد کرده؟ این از کمپانی چین وارد کرده. BYD موتر است که به جهان علی اول نمبر موترهای برقی شده به اسم BYD. بسیار خوب. شما بیاین جلو. اول معرفی موتر از همین جگه شروع میکنم. این پینگر لاک موتر است. وقتی که این بزنی هر موتر روشن خاموش میشه، هر موتر خاموش شد. اگر ما روشن کنی پس همین پینگر لاک بزنین اتومات خود روشن میشه. همین جگه سعی کنیم صفای همین روشن میشه. باز اگر مثلا بگیر میندازی این جگه دو دانه سویچ داره. این سویچ اگر همین سویچ های بگیری اتومات اینجا پشت بیاین خودی با گیر جلو چی میشه حرکت میکنه. اگر پس همین سویچ ها بگیری بلیورس میندازی بلیورس همین جگه کیمرایی هست. شما سعی کنیم این کیمرا هوش مصنوعی این جگه داره. چند 8 دانه کیمرا داره همین موتور. کیمرا همین کولر رو خاموش کنش. خاطر که یه هوش مصنوعی کیمرا هم داره. سعی کنیم کامری جلو هم داره. خیلی جالبه. کیمرا ما بیاریم. که کامera چیکار میکنه؟ کیمرا هوش مصنوعی داره که همین جگه ما به شما نشان میدیم که هوش مصنوعی از این ایسه کنیم. این موتر کلن این جگه چهارباری کلن نشان میده. اگر حرکت بکنی این طرف هم جلو کلن یعنی هوش مصنوعی این هر از میتونه ببینه. خب خیلی سویچ بورد مقبول داره. بله چرم فکر این کنم 2025 مدل است. این 2025 مدل یعنی با مثال 2025 هر چی تکنولوژی که با دست داشته با می موتر جابجا شده. با موتر جابجا شده. این جگه مثلا می توانی یک خواندن یک چیز یا مثلا یک ترانه صدای بلند کنی و مثلا پایین کنی. همین جگه می وقتی که مثلا موتر با برق بند میشه یا با یک جای بند میشه می سویچ بزنی خودی اتومات میره. یعنی این موتر خیلی شوخ است. از این موتر سرعت 100 جا گوشی است. بله یا اینجا اگر گوشی وصل کنیم می توانی با واتساپ و تلگرام با ایمو با یک کس پیام همین سویچ بزنیم خودی اتومات همین مشخصات می از موبایل هر کس بزنیم اینجا می توانی پیام بدیم مشتری. اینجا می توانی با موبایل جواب بدی. اینجا پس می توانی صدای بلند کنی و مثلا سعی کنیم معلومه همین جگه. اینجا اگر همین سویچ بزنی تلویزیون پس همیته میشه. مثلا تو وقت به سفر هستی ما تلویزیون استاد باشه نیاز نیه که تو اشترینگ لا کنی و مصروف به تلویزیون باشی. نه هر چی کار که هست از همین رو اشترینگ می توانی همین کار انجام کنی. خب این چند قیمت هستی؟ از این موتر قیمت $22,000 دست افغانستان است. مکتوب کابل است. همین سعی کنیم سندروفی است. خیلی جالبه که سندروف کل صف و موتره کلن خلاص میشه. بله اینا رحمانی صاحب 0 کیلومتر. بله این 0 کیلومتر یعنی به خارج هم نچلیده؟ نه این 0 کیلومتر با مشتریای ما داده میشه. ماشین از چند سالنده؟ ماشین علی میبینیم. ماشین چی نداره. اینا چیه اینا؟ این به خاطر ایسی و بخاری است. یعنی وقتی که مثلا زمستان باشه این خودی اتومات بخاری روشن میکنه. اگر وقتی مثلا تابستان و خودی اتومات ایسی روشن میکنه. اینجا میتوانی مثلا ایسی روشن و یا بخاری روشن کنی یا وای با ویزا خود برابر کنی. کلش سیتا از این موتر لیدر سیت است. این کارتی است. میتوانی با کارت همین موتر روشن کنی که از بیرون اگر سویچ نباشه به می روشن میشه. بله هم دروازه باز میکنم قفل میکنه هم روشن میشه. خیلی جالبه. بینندای عزیز کارت پلاستیکی اگر یک وقت سویچ گم میشه یا به خانه میمونه حتما این هسته. این روشن میکنه موتر. خیلی جالبه که اشاره و موتر و چهار اشاره و بالاخره دیگه سیستما بخاریا و کولر اینا
بزی قسمت های دیگه موتورا به جلو سویچ بولت و اینا بزی پایین پلی چروکیه. خیلی جالبه. بیاییم میر که یک وقتی نه شما با روشن کنیم. این کاست ماشین نداره، انجین کنترل دینامو داره. این بطری کاست به خاطر اشاره و یعنی از همین بطری اشاره و مثلا ایرباگ کو دروازه باز کردن و ول کردن کلش کاری از همین بطری میشه. ولی دینامو کاست دینامو از بطری لیتیم میشه. این ماشین ما ماشین از این انجین کنترل است، ماشین نیست. ماشین نداره. نه دینامو انجین کنترل است. خب بله. کل موتور بر روی می بطری روشن میشه یا دیگه بطری؟ نه دیگه بطری داره. این موتور روشن میشه. مثلا اشاره این موتور روشن میشه. دروازه مثلا باز میشه. موتور حرکت میکنه. اون با کجا گذاشته؟ اون وزیر سیگنال مثل دیگه موتورا برمی. و این چیه؟ این به خاطر وایکوم است. برای این دیگه همین یک روغن و این که اول این این برای شاید وایکوم برای مایا و این چیه دیگه که او هیدرولیک ما چی استفاده میشه؟ برای الکتریک یا که برای اشترینگ یا که برای بریک یا که برای سبب برپاک و برپاک کنا. خیلی جالبه. یه هم سیستم چیزی نه دیگه. ایسی سیستم ایسی. خیلی جالبه. بریم که پشت دکم سعی کنم. بسیار خوب. بیننده‌های عزیز دیگه اینجا منتها موتور که شما تصویر مشاهده میکنیم از این موتورها سربازری اینا نیم مثال میگم اگر $22,000 بالی از پول بدیم یک عمر شما دلجمن دیگه. شاید امال بعض شخصایی باشه که بروز 3,000 2,000 3,000 افغانی تنها تل مصرف کنم. شما بسنجیم برو از این باز میفهمید که موتور فکر کنم بالا شما $10,000 هم شاید نفته کنید به می سیستم. خب بیایید جلو. اینجا چارجر است و این سامانی پنچری است. وقتی موتور پنچر میشه از همین سامان استفاده میشه. هر جایی باشیم میتوانی پنچریش بگیری. اینجا چارجر بله چارج میشه. خب این نگفتیم که شما گفتیم ما اینا به جای مخصوص باید به برق زده شه. نه با خانه با دکان هر جا میتونی به برق زده باشه. ولی ما استیشن هم جور کردیم. وقتی که یک نفر به خانه برق نداشته باشه میتونه از استیشن استفاده کنه. استیشن به چارج بزنه. خب مثال چند ساعتی بطری از این باید چارج تقریبا بشه؟ به خانه به 4 ساعت پر میشه. به استیشن ما کاست به 40 دقیقه پر میشه. چون اونجا ما پاس چارجینگ پایه قوی داریم. اونجا اگر به برق بزنیم دو جای داره. یعنی ما شما میریم جای سه میکنم. این چارج کنم موتوره. بله. این میخوره به موتور. بله. او سرم میخوره به برق. همین برق شهری. بالکل. به خانه به دکان هر جای هست این میتونه چارج. 4 ساعت دیر چارج کردیم شما فول شد. بله. 4 ساعت چارج کردیم فول شد. چند کیلومتر؟ 430 کیلومتر میره. 430 کیلومتر. بله. خب 430 کیلومتر. بسیار خوب. خب اینجا بیایم موتور ما با چارج بزنم که شما گفتید که برق استیشنی که ما داریم این برق شهری ضعیف مثلا خوب باز به ماشین برق جوی یا ضعیف مثلا هیچ خود رو به ماشین شهری برق نمیده مثلا این مثلا برق شهری است یا خیلی جالبه که دیگه عزیز که وقتی کامپیوتر ما میتونم سربگیری که کل بزنم به دنبال یا به دست شاگرد یا به دست متقون باید این جایی که به برق میزنم باید به لبوس جلو موتر یعنی به بغل ماشین اینجا چی بکنی تا فریز برق بکنی تا حساب چی مثل برقا خانگی جور کردم که اینا میزنم از برق 400 اگر موتر مقدر باشه 400 کیلومتر موتر میره و با برق تمام بشه. بسیار
خب دوستای خوب، بازم به ادامه برنامه خوش آمدیم. باز این دیگه موتره، این دیگه مدلیه، اون دیگه شیپ دیش دیگه مدلی بود. خب نام خدا، واه یکی از یک دیگه واقعا قشنگتر و خوشتیبتر و مقبولتر واقعیت. این گیلیوار هم فکر کنم نداره، گیر نداره نه؟ کجایه؟ همین یکی او بره؟ این گلیواره ها این اصلا معرفی کنی که گلیوار نداره مقبول تر میشه. بله نداشته باشه بگیم این از این سویچ میته میشه. بگو سویچ نه، فقط بزنی خلاص. بینندای عزیز خیلی جالبه این موتر، فکر کنم هم خردتر و هم حساب با مدل شاید پایینتر باشه. درسته از او کرده مدل از این بالاتری از او؟ آردش مدل یکی اون 2024 این 2024. خب این خیلی جالبه که بینندای عزیز گیر نداره، یعنی گلیوار نداره. این چی رقم با گیر مندازونم مثال موتر؟ فقط که وقتی که شما را میری فقط همین سویچ میزنی به گیر میفته دیگه. حالا این به گیر است، فقط که سویچ میزنی به گیر دیگه ختم میکنه، وقت آماده حرکت میشه. همین پرگک سویچ فقط یک سویچ میزنی خلاص. خب این فکر کنیم من مثلا میرم جلو یا عقب مثلا چی رقم لیوار سه رقم فقط یک این سویچ که بزنی حالا با عقب ای باز این پنجه خود بسی بغل چیز کنیم، فقط پنجه خود بذاری خلاص. خیلی جالبه واقعا. موتورا سیستم بالاییه، برقیه و بالاخره کسایی که دوست داشته باشم میایم از اینا میخرم دیگه. مصرف تیل و مبلی نداره دیگه، اینا راحتیم دیگه. به هر مسیری که بریم خونه خوب چارج کنیم و بالاخره حرکت کنیم بخیر به بازار، به کوچه، به ایور، به ولایتا. درسته؟ بله. بسیار خوب. خب شما فکر کنم ریکشا هم داریم، سکیل هم داریم که کلا همین شرکت شما همه وسایل برقی داره، درسته؟ بله ما سه‌چرخ هم برقی داریم، موتورهای برقی داریم. سه‌چرخ هم هست، ریکشا هم هست. بله سه‌چرخ بربری، سیکل، همه چیزو برقی داریم. خب بیاین بینندای عزیز که خود شما آسته بریم به پیش ریکشا و سه‌چرخ‌های باربری و سکلای برقی. همه کلا همین شرکت کلا همه برقی، وسایل برقی. یک چیز دیگه هم برادرها پیشتر به ما بگفتم، پشت صحنه بود و دوربین گفتم که ما این ریکشا به شخصای آوردیم که اینا به ایران نرم. خیلی جالبه. بریم اونجا باز برای شما میگیم چون داخل موتریم، باز بریم همه چیزا رو میگیم. به جوانا یک توصیه داریم که خیلی به نفع اینا همراه ما باشید. دوستای خوب آمدیم به کنار ریکشایی که اینام برقیه، هم حساب جست و سیستم و کلان به برج دیگه ریکشا فکر کنم یک کمک فرق میکنه. جست از اینا بالاتر و بالاخره سیستم داریم فکر کنم. بله سیستم هست. سیستم داریم. بله عجب جالبه. سیستم ریکشا. خب این هم دیگه مثل موتر میته کلا سیستم برقی. بله کلا سیستم برقی و همه چیز سیستم برقی است. خب این چیزا کار میکنه مثلا یک دفعه چارج کردن 100 کیلومتر راه میره. 100 کیلومتر. بله
خب 100 کیلومتر 6 نفر جای میکنه راحت. سیستم همون سیستم برق میره. خب یک چیز دیگه شما گفته بدیم که ما اینا رو میدیم به کسایی که سرگردون میشن به ایران میرم پول کار بکنم، یعنی قسطی میدیم. بله ما سه قسطی میدیم، خاطری که باز نفر هست که نمیتونه پول همو که یک جای بده، باز ما به اونا قسطی میدیم، اونا باز ما ماهانه با ما پول میاره. خب ریکشا چند قیمت داره؟ سه‌چرخه که از مدل فرق میکنه. مدل 2026 که هست 2,50,000، مدل 2025 که هست 2,30,000. خب 20,000 فرق میکنه. بله به خاطر مدل فرق. این 26 تا این 25 درسته؟ بله. خب این 3 کیلو چند قیمته؟ سایکل که هست مدل بایسکل هست که تقریبا قیمت زی که هست 25,000 افغانی. اینا بچگانه؟ بله بچگانه. خب اونا برای کلونای داره؟ بله برای کلونای. اونا تا به چند قیمت نه؟ مدل فرق میکنه. ما تقریبا 50,000 داریم، 48,000 داریم، 38,000 داریم، 55,000 داریم. هر مدلی و هر رقم فرق میکنه. بیشتر باز کس قوت بیشتره، باز کس کمتره، به خاطر که باز به خاطر بچه، باز به خاطر کلونا. خب سه‌چرخه باربری فکر کنین گفتیم به سیستم موتور ساخته شده؟ بله و سیستم موتور ساخته شده، سیستم با برق. خب بیاین بریم خود شما پیش از اینا. بیننده‌های عزیز خیلی جالبه واقعیتم. سه‌چرخه ساختم، وارد کردم، آوردم اینجا. این سه‌چرخه باربریه که کیلومتر یا تلویزیونه؟ 1 کیلومتر نه. خب خیلی جالبیه. هم چراغ و تایرای هم خیلی جالبه، تایرای به برجست دیگه. سه‌چرخه خیلی دباله. بله درسته؟ خیلی وزن کنار شده. کلا سیستم همه کاست برقیه تقریبا. خب خیلی چرخی ها جالبی هم داره، هم سیستم واقعیت برابره. خب بیننده‌های عزیز این به سیستم موتور ساخته شده. این سه‌چرخه باربری که هسته هم به حساب این یعنی رادیات داره. بله سیستم چی رقم با موتور ساخته؟ این که سیستم موتور فقط به داره سیت که سیت که داخل بشینه همون که بند میشه سند به داخل که دیگه است تقریبا یک تن بار کده میتونه. خب بله 1 تن بار کش میکنه. بله 1 تن بار کش میکنه. باز این مدل که است 2 تن بار میکنه. خب این مثلا گیر میخوره مثل موتور؟ نه این مثل که از کلا سیستم برقه، سویچ داره که فقط به گیر انداخته میشه. خب بگیر انداخته فقط به خاطر که سد داره. سد داره داخل کلم پوشیده. خب دیگه چی خصوصیاتی هم موتور داره؟ دیگه خصوصیاتی که داره که همه یک از داخل زیربندی کاست خیلی محکم مونتور کنه، خاطر که بار خیلی بالا ببره. این چند قیمت نه؟ قیمت از این کاست 1,50,000. 1,50,000. بله. اینا هم دیگه هم 0 کیلومتر درسته؟ هم 0 کیلومتر. اینا به هیچ جا نچلیده؟ نه چلیده. اینا 0 کیلومتر. دقیقاً. بسیار خوب. خب اینا هم که موتورا لیمار اینا سکیلا. بالا یک از موتور لیمار که یک دفعه چرخ کنم بخو 120 کیلومتر راه میره. 120 کیلومتر. بله. چند ساعت باید چارج شه؟ این تقریبا با چارجر خانه که هست 120 دقیقه. 120 دقیقه. بله. و برق زده باشه 120 کیلومتر. بله. بسیار خوب. بسیار.
این ریکشای نساختم، این فقط موتر ساختم. 3 نفر به 9 نفر، 1 نفر هم راننده، 10 نفر این ریکشا جا داره، کش میکنه. وزن و خود طول این ریکشا تا به برج از ایلا بیشترتر است. 3 سیت داره، 1 سیت، 2 سیت، یا هم 3 سیت بغیر از صندوق دنبال. بیننده‌های عزیز، خدا کنه که لذت برده باشیم از برنامه امروز ما. واقعا جای افتخاره که ایت شرکت ها به خدمت مردم هست و همیشه خدمت میکنم. ریکشایی که شما دیدیم، تمام ریکشایی که اینجا برقیه، اینا قسطی میدم که هر روز ریکشا کار بکنم و بالاخره از اینی خور پرداخت کنم. اگر کسی خواسته باشه که بره به ایران بره، اینا همیت تصمیم گرفتن که دیگه همون جوان به ایران سرگردون نشه، بیای فقط از این ریکشا ببرم و هم به خود لقمه نون پیدا کنم، هم بتونم قرض خود بدم. خب وقت برنامه به پایان رسید، ناگزیریم با شما خداحافظی کنیم تا به فردا شب که کجا نصیب و قسمت بشه. شما رو به الله پاک نازنین میسپاریم. از شما خواهشمندم که کانال زیبایی‌های افغانستان همیشه لایک کنیم، شیر کنیم، سابسکرایب کنیم، ما رو حمایت کنیم. بسیار تشکر از شما. بخیر باشیم. خدا نگهدار شما.